دوست محمدخان بارکزئی. دوست محمدخان بارکزئی یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخی بلوچستان غربی در دوره‌ای زندگی می‌کرد که ایران دستخوش تحولات سیاسی، نظامی و اجتماعی عمیقی بود. او به عنوان حاکم بلوچستان غربی نمادی از مقاومت و استقلال مردمی بود که در برابر دخالت‌های خارجی و تسلط دولت مرکزی ایستادگی می‌کردند. این مقاله به بررسی زندگی و سرنوشت تراژیک این شخصیت تاریخی می‌پردازد و تلاش دارد بر اساس مستندات تاریخی ابعاد مختلف زندگی او را تحلیل کند. استقلال طلبی و مقاومت همواره در برابر دخالت‌های خارجی و نفوذ دولت‌های مرکزی ایستادگی کرده است. دوست محمدخان بارکزئی به عنوان یکی از رهبران برجسته این منطقه نقش مهمی در حفظ حاکمیت محلی بلوچستان ایفا کرد. او با بهره‌گیری از اتحاد قبایل بلوچ تلاش داشت استقلال و تمامیت ارضی منطقه را در برابر سیاست‌های رضاخان پهلوی که به دنبال تمرکز قدرت و کاهش نفوذ حاکمان محلی بود حفظ کند. رضاخان پهلوی که پس از کودتای 1299 به قدرت رسید، برنامه گسترده برای تمرکز قدرت در تهران و کاهش نفوذ حاکمان محلی در سراسر ایران را آغاز کرد. او با استفاده از سیاست‌هایی چون اصلاحات اداری، ایجاد ارتش منظم و سرکوب مقامات محلی سعی در یکپارچه‌سازی کشور داشت. این سیاست‌ها به مقاومت شدید حاکمان محلی از جمله دوست محمدخان مواجه شد. بلوچستان به عنوان منطقه‌ای استراتژیک همواره برای رضاخان اهمیت ویژه‌ای داشت. منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مرزهای شرقی و نقش بلوچستان به عنوان معبری برای تجارت و تحرکات نظامی موجب شد که رضاخان به هر قیمتی به دنبال تسلط بر این منطقه باشد. دوست محمدخان بارکزئی که در برابر سیاست‌های رضاخان مقاومت کرده بود، سرانجام با تدابیر فریبکارانه از سوی دولت مرکزی به تهران کشیده شد. روایت‌های تاریخی نشان می‌دهد که رضاخان با وعده‌های دروغین از جمله اماننامه و تضمین امنیت او را به تهران دعوت کرد. دوست محمدخان که به صداقت وعده‌های رضاخان باور کرده بود، به امید یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای حل اختلافات به تهران رفت. اما پس از رسیدن به تهران او به سرعت دستگیر شد و بدون هیچ محاکمه عادلانه‌ای به اتهام خیانت به حکومت مرکزی در سال 1307 خورشیدی اعدام شد. پیامدهای اعدام دوست محمدخان. اعدام دوست محمدخان بارکزئی پیامدهای عمیقی برای بلوچستان و ایران به همراه داشت. از یک سو این اقدام منجر به کاهش قدرت حاکمان محلی و تسلط بیشتر دولت مرکزی بر بلوچستان شد و از سوی دیگر این رویداد احساسات ضد مرکزی را در میان بلوچ‌ها تقویت کرد و موجب بروز اعتراضات و شورش‌های گسترده در منطقه شد. دوست محمدخان بارکزئی نمادی از مقاومت مردمی در برابر سیاست‌های تمرکزگرایانه رضاخان پهلوی بود. سرنوشت او که با فریب و نیرنگ به پایانی تلخ منجر شد، یادآور مبارزاتی است که برای حفظ استقلال و هویت فرهنگی در برابر فشارهای بیرونی انجام شده است. بررسی این واقعه تاریخی نه تنها نشان دهنده چالش‌های دوران رضاشاه است، بلکه بر اهمیت عدالت، صداقت و احترام به تنوع فرهنگی و سیاسی در این کشور تاکید دارد. تیوتی بلوچی چانل، اهوش دیری، گما همراه بید.